روزایی که عکاسی می‌کردم، لحظه‌هایی رو ثبت می‌کردم که با حس درونم و افکارم به تصویر تبدیل می‌شدن. آهایی که در قاب‌های روبرو به بخار بدل می‌شدند. اون روزها تمام کادرها با من هم نوا بودند. هرچه درونم بود یا خودش رو فاش می‌کرد یا خاطره‌ای رو زنده می‌کرد. شنیده‌ها کلام می‌شدند و تصویر راه حرف زدنم بود. از شانه‌ای که به دیوار تکیه می‌دادم تا نمای بسته‌تری بگیرم، از گردنی که به عقب می‌رفت و انقباض عضلاتش برای رسیدن به یک کادر، از سکندری خوردن وقتی چشمم توی ویزور بود و زیر پامو نمی‌دیدم، از نگاه‌ها، از متلک‌هایی که شنیدم و اونهایی که نشنیدم اما حسشون کردم. سوزان سانتاگ معتقده که عکاسی می‌تواند راهی برای تحمل زندگی باشد وقتی جهان بیش از حد سنگین است. دوربین کمک می‌کند آن را قاب بگیری، کوچکترش کنی و بتوانی نگاهش کنی. همه این لحظه‌ها در کادرهای دیجیتال ثبت شد. دوربینم اون روزها تنها دستی بود که به سمتم دراز شده بود. من فقط با او بی پرده حرف می زدم. نه اینکه شخصی نباشه، اما از هر هزار گلایه و قصه چند تاییش رو به دوربینم می گفتم. اونهایی رو که سوزانتر بودن و خروجیشون می شد تصویری که وقتی می دیدم می گفتم ها اینه، درسته. مسیرهایی که تنها رفتم، مکانهایی که دیدم، با آدمایی که ارتباط گرفتم تا فضا امن بشه برای عکاسی، عکس‌هایی که اکسپوز شدن، عکس‌هایی که کادربندی یا نور مناسب نداشتن، تایید نشدن، در زمان خودشون سرزنش هم برام شدن و امروز همونها بخشی از منند. حتی اگر حالا خودمم بگم قابل قبول نیستند، اما من هستند. امروز در مخفی ترین لایه های وجودم، زیر پوستم، دنبال فرصتی هم که دوباره عکس بگیرم. اون چیزی رو ببینم که هیچ کس بهش دقت نمی‌کنه. اما نه توان هست، نه زمان، نه انرژی. سوزان سانتاگ عکاسی را فقط ثبت تصویر نمی‌دانست. برای او عکاسی نوعی رابطه با جهان بود. در کتاب درباره عکاسی میگوید عکس گرفتن یعنی داشتن فاصله امن با واقعیت، یعنی دیدن درد، زیبایی، رنج و لحظه ها بی آنکه مجبور باشی مستقیما در آنها غرق شوی. از نگاه سانتاگ، عکاس کسی است که جهان را مشاهده می کند، اما همزمان از آن فاصله می گیرد و این فاصله هم محافظ است و هم افشاگر. سانتاگ می گوید ما با عکس گرفتن به چیزها معنا می دهیم.
اما همزمان آنها را از جریان واقعی زندگی جدا می‌کنیم. عکس لحظه را منجمد می‌کند تا بتوانیم دوباره به آن برگردیم. بی خطر، بی زمان. برای او عکاسی نوعی کنترل نرم بود. کنترل ترس، کنترل خاطره، کنترل نگاه. و شاید مهمتر از همه، سانتاگ باور داشت کسی که عکس می‌گیرد در حال گفتن این جمله است: من اینجا بودم، من دیدم. این مهم است.